دوستان اینم استخر آب کشاورزی ما است. اینجا که لازم میکنید آب از طریق پمپ چاه کشاورزی وارد اینجا میشه و بعد ما این آب که اینجا ذخیره شد از طریق یک پمپ ثانویه که ملاحظه میکنید اینجاست. این پمپ ثانویه ما هست که از رسیده این لوله خرطومی آب از اینجا مکش میکنه میاره داخل پمپ و از پمپ به طرف زمینه کشاورزی ما الان بیشتر کاشت گندم هست. این آبا را به نوارهای توت میفرستیم و زراعتامون و گندمامون آبیاری میشن. البته این استخر ما هر استخر کشاورزی ما اینها رو با یه فنس هایی برای محافظت و دورشون زدیم که افرادی و یا حیواناتی به داخل استخر نرن و خدای نکرده مسئله سار نشه. بله، آب مایه حیات انسان و ما همیشه از خداوند به خاطر این آبی که داریم سپاسگزاریم. آب شیرین و گوارا خیلی خوب و عالی. ممنون از نگاه سبزشون.